رحیم پروداکشن. گوش کن حیاتلی. رئیس با خوبی کار حل کردن در کارای. من نمی 8 ساله رئیس محله شمایم. این نمی خیلی کم بودی یکم دیم بار نیستای. همش با درمی نوبتی پودای خیتای. ممتنه آدم گفتم و دویزم. ای رئیس من کار ندارم. دو گوسپندی من گم شدگیه هر دوشم میاین میتین وای گوش کن ینگا جون. طاقت کیه دقیقه همین خدا در خونه مدینه نیست ما میفهمیم. من همین کار حل میکنم اتم. گوش کن. رئیس مرا ایتنبی که ها کار تا بالا را میبرم. توی ایتنبی زنک در خونه مدینه نداره. گفته بایم دو گوسپند همین دیم برای خیلی میکنیم. من خیلی پیش بود رو این همین کار تعانیق با گردن نمیگیری ها؟ آخه نه رئیسی خیلی نیست بیا خطایی شده. اینا ینگا این پش اینا شناختی این رنگی پشم گوسپندی مایو حیاتلی اینی کیایی؟ من نمیدونم رئیس جونی با تو چی خیلی نمیدونی نوبتی پودای تیده نمیگوشتا اینا می ینگا جون همین انی غیخته اینا می انا گوش که حیاتلی این دلیل شایعیه اینا ما اول عکس میگیرم اینا تمام اینا کی کشته باشه بای خلی ایرا با گفتی تو چی بای خیلی شیرگیه ای پاش مینم گوسپنده همین چی گم شیده که آخه رئیس جون همین شما ما باور نداره. نه که من همین قصر حساب نه حیاتلی جون در باره باوری نمیره با کی حیاتلی این مسئله همه که نوبت پودت همین را با گفتی تو چی هم خیلی کدگیه خای با فکر یگان گرگ اومده گیه رئیس. نه حیاتلی جونی خیلی میشه ای با فکر من هیچی گرگ دمونه جمیانم پوست کدگیه کی ای گرگ ای سوتی تو پیچ میکنه ای پوست کدگیه ای کاری ینگا جون ای کاری گرگ نیسته ای کاری آدم های فهمیده ینگا جون حالا همش من عکس گرفتم حیاتلی پیش بدرو بیا میاد سر پشتوره یا خمی را نگاه کنه کو اگر یگون ایتالیایی پیوی کرده باشی بگو با این خماریشا چکنیم این خوب نغز میقلطه آخی رئیس جون یگون کو ینگا جا بیا حیاتلی حالا وقت داری حیاتلی نه رئیس جون نه اینا دیم گوسپند ما دایجا کشته پرت افتیا پوسشه همین انیق گوسپندای شما انا میام ایمای اوشم ایمایا حیاتلی جون یگون وای ما دا باشه ریشا چکنی نه آخی رئیس جون انیق آخی انیق خیلی ینگا همه گوسپند اخته انا میام ایمای اوشم ای خدمه انا تمام انا ایشم از دلیل شایی میگیریم اینا این کارات بزه چی؟ شایی گرفتی حیاتلی جون کارات بزه به بچه کارات پال نسود دمی غلطه گوسپنده یه تنه دتا اینا دو گوسپنده ینگه دتا انا دتا اگر پیش گوشده بود 4 تا در کلات حیاتلی جون این زنه در حیات دروغ نمیگه قسم نمیخوره نه که تو دایم دروغ میگوی دایم با قسم میخوری بالا دروغ حیاتلی نه رئیس جون باور کنه رئیس جون تو همین را نکده او دیم گوسپندی ما نوبتی حمیده گم شد او دفنگی با این دفنگی هم دیم دو گوسپندی دیگرین در نوبتی خیلی نه حیاتلی جون آخیران بار میپرسم پاموژیکس کی همین را با گفتی تو همین گوسپندا را کیان تکدگی من نمیدونم رئیس جون من کدگی نیستم همین را کی کدگی با گفتی تو حیاتلی بردگاه میپرسم آخی اگه گرگ اومده کدگی حیاتلی جون تا گپت وابشه نیتوده نیسوده براتن نیسافاده فهمی دوستی حیاتلی جون این گرگی 4 پا کدگی نیست ایره گرگی 2 پا کدگی حیاتلی جون بین یکو مسئله شه ما همین را ریشاد نکنم حیاتلی ما گفته اسمال همسری وقت دار حیاتلی همین را گرگ کدگی نیست همین را چی کدگی حیاتلی جون ما کدگی نیستم آخی رئیس جون همین را تو کدگی نیستی حیاتلی نه شید ینگا جون اینا بگو در حیات نگاه که همین زنه که باشه در عمرش دروغ نمیگه یگان بار قسم خوردگی نیست مرا باور نداری اینا خود یک بار بپرس در حیات چه قسم خوردگی ینگا روستا یا شما در حیات قسم خوردگی نیسته نه بانو میالا رحیم پروداکشن. خلا جون بزنه به من تایق میگیم دست بگی بچم دست افکر اینجا تیاری دست بگی تیار باشین شیر جبه بچم همی خونه رو مشتیم آخه خلا جون هوا بهار پگوله نغزه سبز فون تلویزیون دا نغز نبیا همین تلویزیون دا چیزی سبز خوبه بیا خلا جون ما یوردم دست بگی بچه جون دست
خولا جون خیلی اردام بگم چی بود دست همه خواهم همه مصطفی رحمتی مصطفی رشکنی بود رشکنی بود خب مالی خولا جون همین شما دا چخیلی مقصود بچه ما اکریم جون جا ترکدی وای کنه کامرا این سمو این سری نه ما کامرا را این طرفونه ها آنتی کادر چخیله نغزه اکریم کی بچه کامرا تصویر کنه خولا جون ما انم جای داشتیم او هیدر خولا جون گوش که خولا جون حاج ما سوال میتیم خود جواب میتی سوال جواب میشه برای تلویزیون بچه ما چیگاه میزنم چیگاه میزنه او قاقی نیست خولا جونی ما انا ما یکم همین روزگاری شما سوال جواب میکنیم شما همین جوابای ما را وای کن با ما اونجا خیلی یاردم کردم میگیم سلام علیکم تماشابینان عزیز و گرامی قدر مخلصان و هواداران کانال رحیم پروداکشن همه شما را یک بار دیگر به همه شما میرسونیم که ما در خانه خاله چی نام داشتیم خاله جان عزیزی ما خاله زهرا جان که عمری با پربرکت 90 ساله را دیدن و در طول حیات عمری با برکت خود 4 شوهر با 4 شوهر زندگی کرده صاحب 32 نفر فرزندانی با آبرو با ناموس دیها رو تربیت کرده با وی رساندن و صاحب 263 نبیره و ایویره و کبیره است و الحال از ما درخواست کردن هیئت همین دیها کلونای دیها که ما درباره این مادر بزرگوار یک برنامه کنیم و این مادر باز میخواهد که در دم پیری تنها است باز یک شوهر دیگر کند و همین کم ترک درباره این مادر عزیز ما امروز یک برنامه خردکک پیشکشی شما میگردونیم خاله زهرا جان مادر عزیز از همون لحظه که ما با خونه شما حضور آوردیم شما رو مهمان‌نوازی شما رو دیدیم همین یک چیز رو تعجب به من افتاد که همین خواستم حس کنجکاوی ده میخوام از شما یک چیز رو پرسون شوم خاله جان من همین خاله برای بینی شما برای چی در شما مونده است در این سن سال تا حال این رو از همین بینیتون نگرفتید همین در سبب در چی باشد بچه‌مه این خالی بینی ما تاریخ دراز داره نمیشه همو کامرا رو بکشی و ما داخلت گوزن نمیشه بچه خاله زهرا جان شما بپروا گپ زدن گیرید هر جایی که نولوزیم است ما میبریم کامرا همش از این خودمون این کانال رحیم پروداکشن همین خوبیش که رنگ دیگه کانالا جای بزه بشه نمیموند بریده همش مونتاژ کرده اولی جانب کرده میمونیم که با شما معقول افتاد با شما رو میبریم جای نولوزیمش میبریم تمام خاله جان انا درباره همین خالکتون یک چیزک میگفتی خاله جان یک کم ترک معلومات این خالی بینی من ای رحمتی مصفیده ای رحمتی مصفید خالی بینی شما از رحمتی مصفید کم ترک تاریخش رو نقل میکردید چه شما رو کی به شما توفیق کرد ای بچه ما اگر این خالی بینی من تاریخ شگاه زنم این ویدیو و کامرای شما پر میشه برای هموخه ما نشکه مایلش خاله زهرا جون چی خیلی که شما میخواید کوتاهک برای تماشابینان کانال رحیم پروداکشن کوتاهک هم باشد نقل کنید ما روزی ای همین مصفیدم ای رحمتی مصفیدم نشانه ماندگی ای که وقتی من خدا نصیب باشه مردم چکمه گفتم که همین رو باید بگیره ولی نگیره یعنی که از این برمیاد که خاله که در بینی شما ایستاده است نشانه اون است که چه خیلی که ما مقصد جوانان امروزه توی میکنیم یعنی که زکس میکنیم و همین چالا ابوچال که با گفته میدوزیم در دست خود همین نشانه ابوچال که همون مسافد است نشانه تا مردن یعنی شما با قول وعده هم دیگه تا با گوره میستید آفرین خاله زهرا جان یک سوال دیگه هست که باید ما از شما پرسیم این نه تنها خواهش اهل گروه ما است اهل گروه کانال رحیم پروداکشن بلکه این سوال رو از ما خواهش کردن که از شما پرسیم همه مخلصان کانال رحیم پروداکشن خواسته است و این رو حتما فراتر خاله جان من جواب دید مخلصان ما از ما خواهش کردن که از خاله زهرا پرسید که پرسان شوید سوال دهید از همه روزی فراموش نشونده خاله زهرا جان در عمر پربرکت 90 سال در همین 90 سال عمر روزی فراموش نشونده اش رو نقل کنید ای بچم همین شرطه ما بگم خاله جان ما اهل گروه کانال رحیم پروداکشن از خود شهر دوشنبه به خاطر شما با ناحیه فرخار با دهه بالشویک اومدیم که همین سوال خوش آمدیم بچم خوش آمدیم اینجا شکر کنیم خاله جان ای سر انا اینجا ما همین شهر دوشنبه برای چون که خود اومدگیم همین سوال باید شما ما جوابش بگیریم معنی برای خاله جان ما انا همین سوال جوابش بتین مودا معنی یک بودی خاله جان میریم اگر این بچه تیاری رفتیم
хула ҷон мо мехоҳем анами саволро аз шумо посухашро бигирем хула ҷон падар бача бумурме бугу меги бачам хула ҷон як бадор кунӣ як бор ки камеромо пур шуд хула хай майла мегум бачам охир рӯзи фаромӯшнашавандӣ мо рӯз набуд бачам рӯз набуд не охи бачам ба чӣ буд рӯзи фаромӯшнашавандӣ мо шав буд бачам шав буд